خصوصا سونا شخص به چنل سورگت به یه ویدیو دیگه یک از چنل من. تو این ویدیو قراره یه حالا بکار بکنم منصوب کنیم ویدیو لایک کنین. تو این ویدیو خب بچه ها لایک ویدیو رو بزنید، زنگولیش فعال کنید، زنگوله. بعد اگه این ویدیو به بیشتر از 10 تا لایک برسه قول میدم پارت دو بشه بده. خب باز قرار دیگه من گرم ولی من سرپیس هم آخر سرپیس جوایز نقدی داده بشه جون. خب آقا مانی بیا مانیکس در چنل مانی مکس هم سابسکرایب کنید که زیر دیسکریپشن هست. خب مانی داخل این چیزی که همون هست اولین دولش بهت راه گفتم برم چکار کنیم. اولین دولش راه گفتم برو بریم چیکار می‌کنی دیگه. اون جلسه بعدی هست عزیزم. الان این تلگرام رو بگیر بزن و در چنل مانی هم ساب کنید. بچه منتظر ویدیو کاستوم من مانی باشید. بزن اوه بچه این کانال من ساب کنید سابسکرایب بینیم یه گلدن اپل بلندش خسته نباشه سر بینم یه گلدن تو بگیر و به خودم رحمت آقا این گلدن اصلا باز میگی جعبه رو باز کنی گلدن تو بگیر اوه گلدن اینجاست وای بری برای چالش بعدی که پارکور باشه. خب این پارکور باید بپر اینجا اگه بیفته میبینی بچه ها اگه بخوایم پارت دوم این ویدیو بسن چنل من ساب کنیم ویدیو لایک کنیم برو حالا بریم ساب کنیم مرحله دوم خوراکی سوم چهار با برق دیگه 5 برق دیگه راحت دیگه سخت نگرفتم پارکور راحت گرفتم. تو اگه این چنل لایک این ویدیو لایک کنیم به 10 تا برسه برو میدم ویدیو بعدی پارت دوشو پارکوراش سخت‌تر کنم و هزینه زیادی خرج کنم یعنی پر هزینه ترین. خب مانی بپر میگه غیر ممکنه بچه ها بس واسه ما یه بلوک برای این بذاری برو بچه ها اگه میخواین بچه این تالون پر هزینه ترین ویدیوی چنل بس سابسکرایب کنید. خب چرا گاڑی پاییدیم منم بپرم بس بیا یک رو انتخاب کن راست یا چپ انتخاب کن دیگه بدو راست یا چپ انتخاب کرده چنم خود چپ با چپ بدو. خب داخلش هیچ گلدنی نیست میدونستم داخلش گلدنی نیست و 3 گلدن که این باز زحمت میشه راحت رفت این بار زحمت داد میکشیدیم. مانی مکس هم ساب کنیم بچه ها ببینیم چی میشه دیگه. برو از اون بار من نزیم برم. خب باید بپری داخل این تا برنده این چیزی که اینجا هست باید بیفتی داخل این تا برنده این چیزی که اینجا هست بشه بپر رید چند گلدن بودی 5 تا گلدن ببریم بود این دفعه دیگه نیستش که بیایم داخل زیر یکی از اینا TNT داخل یکی نیست تو نیستا رو انتخاب کنی بیم چون میکنی نمیل دیگه فقط. خب زدش بچه ماهی شد بچه ماهی مرد منم مردم. خب ماهی بریم مرده بعد بریم جلوتر یه مرده دیگه هم هست یه گلدن رو اول بنداز یه مرده بعد سابسکرایب چنل لایک ویدیو و زنگولی بغلش هم فراموش نشه. بدو ببینم چیکار میکنی بزن زدش بچه چیکار نبودش هیچی ببینیم بله چی نبودش مانی مکس این قسمت هم پیروز شد بمیره بله مرده بعد اگه این باری بنده این چستی که اینجا هست میشه که داخل 6 عدد گلدنه ببینیم چیکار میکنی بزن 6 گلدن مال تو میشه یا نه بریم دیگه چیکار میکنی یه عقب بودو بیا عقب. خب ببینیم چی شد. خب هیچی نبود تیندی نبود خدا شد تیندی بود اینجا بیا جایزت گرفتی 6 تا رو عالی بود. خب بریم بعد خب من این بعدی تو اینه گل بود گل یا پود برقب گل اینا گل دست منی برقب اینجا اینو میذاریم اینجا این حرکی میذاریم اینجا که فکر کنم اینو بلد داخل این اکسترم باشه بعد اینو میذاریم
مانی گل یا گل کدوم انتخاب کنی؟ بچه گرفتی جایزتم بگی. بیا بچه یه محله دیگه داریم به اسم شکارچی. تو آخر سر مانی شکارچی بره یه بوکس چی میگیره؟ طلا میگیره. یه بیشتر میشه. خب زیر یک رزنه آیتم طلا چی میکنه؟ زیر یکیش تیز بمب و بقیه چیز دیگه. برو زیر قرمز رو بزن. زیر قرمز رو بزن. خب بچه تیر کم. حالا برو آیتم تینتی بیفته بهت. این که تمام شد. اومد اینجا بزن. وای فاکو. خب دیدین که طلا رو گرفتی رسول. باختی. طلا میمردی. تو زرنگی. طلا تو بنداز. خب طلا تو بنداز. تو طلا ازش میگه. نگوشتن. بیا اینم از طلات. خب حالا بیاین بعدی که کدوم لاواست کدوم لاوا نیست. به نظر کدوم لاواست؟ کدوم لاواست به نظرت؟ خب برو ببین کدوم لاوا انتخاب کن. تو داره فکر کن. ببینیم سه آیتم از من. چنل رو ساب کنین، ویدیو هم لایک کنین، زنگوله بغلش فراموش نشه. بریم برای ویدیو ببینیم چی میشه دیگه. مانه یک انتخاب کن، این رو انتخاب کن، باز به زیرش آفرین بیا آقا روتون نکن. من اینو فعال میکنم، تو از پشت بیا. فعالش کردم. از پشت بیا بیا جلو. چی دیگه هیجان نداره ولی خب تین لابا اینجا نبود. بیا بالا و جایزه دارم که اینجا فکر کنم 7 تا 10 تاست. چنل ساب کنین، ویدیوم لایک کنین. لیتس آف گو. بچه من شکارچی که میگفتم اینجا. اینجا نرو. جایزه این آخر ساله. خب بیا اینجا. مرحله بعدی مرحله شکارچیه بچه. شنیدیم جا شکارچی که بعد این جایزه میشه شکارچی. بچه به نظر ندون شکارچی چی بکنیم. حالا پروش اگه ببریم واقعا این تمام شد. یه آنها با تازه نخواست. خب ببین شکارچی اگه ببری بوکس اونجایی که میبینیم نزن. بوکس اونجاست میگی. خب این جایزه آخر شد. جایزه خب از یک تا 3 عدد انتخاب کن. 2 انتخاب کرده. از 1 تا 3 عدد 1 انتخاب کرده. از 1 تا 3 انتخاب کرده. 1 2 1 3 انتخاب کرده. اون آیتمایی که تو گرفتی بچه اینا واسه خودم برای شکارچی. خب اصلا همه رو بده داخل این. بودو. خب حالا پیتر من وسایلی که تو بردی جو نمیگونی چی رنگی سکنی. پس بیا. خب وسایلی که تو بردی یکی از اینه. وسایلی که تو بردی پسر خب بیا حالا دیگه. وسایلی که تو بردی اینه و آخر سر اینه. حالا شکارچی باید آماده کنم برای تو. شکارچی عزیز. چه شکارچی خودم باید با خودم با این سلوک بید. معلوم که نمیتونم من هیچ کاری کنم. خب من این شکارچیه الان آماده میشه. رئیس شکارچی رو فعال کنیم. خب سلام مانی، من شکارچی هم. ببخشید ولی خب بیا بچه به دمیزم ندادد تو. خب مانی طلات کن. بچه طلای مانی اینجا. مانی الان میگیره. خب مانی تو باید 21 تا پول داری. 21 تا پول فقط این صندوق زیر من هست. تا 6 سال برنده شده. بچه چنل من حساب کنیم، ویدیو لایک کنیم، مانی هم بالا پایین میکنی یعنی راضی. خداحافظ. چنل من حساب کنیم، ویدیو لایک کنیم. اگه دوستان پاد بعدیش بریم 10 تا حساب کنیم. خداحافظ. Let's go.